اینجا سنگ سفید سمتی چهاب تخار است. چند نکته مفید مزیره که به این وطن معدن طلا و کارکرداش به بار میاره میخوام در یک دقیقه برات توضیح بدم. و نکات مثبت چیز که یک تعداد مردم محلی شامل کار هستند و امرار معاش میکنند در شرایط خرابی که فعلا افغانستان دامنگیر است. و نکتای مزیر منفی که به بار میاره یکی استفاده بی‌رویه آبای زیرزمینی هستند که بسیار با واتر پمپ های قوی از زیر زمین استخراج میکنن و در دریا قاطی میشن، میرن و ضایع میشن. یک مسئله دیگه خرابی محیط زیست زمینای کشاورزی که در تصویر میبینه. بسیاری از منطقه و محیط زیست در خطر خرابی و زمینای کشاورزی هم نیست نابود شدن به خاطر یک مقدار پول اندک موقتی. و متاسفانه این ساحه هستند که خاک ریزی شده و محیط زیست بیخی از بین رفته و آب طرف تاجیکستان رفته و طرف افغانستان فقط خشکه و چیز مانده، خاک ریزی علکی.